از دید من دنیای اطرافم و اتفاقات آن بیش از اندازه بزرگ است، به گونه‌ای که گاهن تصور می‌کنم قادر به بلعیدن من هستند و احساسات آنها قاتلان منند، همانهایی که هزاران بار به زبان آوردم اما تو آنها را نشنیدی، به خصوص آنکه هر کدام یک از این احساسات به اندازه‌ای اغراق آمیز خود را نمایان می‌کند. برای مثال، زمانی که از تو خشمگین بودم جهان اطرافم غرق در آتش بود و روزی که شیفته تو بودم فکر کنم حالا بدانی منظورم از تو زیبایی چه بوده. قادر بودم تمام کهکشان را درون دو چشمت ببینم، به خصوص زمانی که سرم را بالا می آوردم و همانند مجنونی خیره در نگاهت می ماندم. آن موقع بود که می خواستم از ته دل دوستت دارم با فریاد بزنم. افسوس، نه این نامه نه دوستت دارم من به دست تو نرسید که اگر می رسید شاید دردی را دوا می کرد. اما حالا داستان را می خواهم دوباره بازگو کنم، اما نه برای تو و یا نه برای خودم، برای دیگران، تا به یاد بماند آنچه را که من حقیقت زندگی خیش را درونش یافتم و آنچه را که در سفری بی انتها زندگی نامیدم، سفری که حالا بی تو به آن ادامه می دهم، سفری در قطار بدون مقصد زندگی، نامه‌ای که هرگز به دستت نخواهد رسید. آریا.